السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید قربان آمد و در مکه حج یک بار است. تبریک گفتن دوستان سنتی پیغمبر است. دوستان عزیز، امروز شما را میخوام به فرارسی عید قربان تبریک بگم و اولین پیام به حکومت میخوام ربط بتم، به خاطری که امروز چنانی که ما و شما میدانیم حکومت تاجیکستان نمیگذارد که مردم عید گردک بکنن، نمیگذارد که مردم به خانه های خویش تبار خود بروند. خب برای همه ما و شما معلوم است که مقصد اساسی این حکومت از بین بردن تمام چیزهای مهم و ارزنده برای ملت تاجیک، ملت مسلمان تاجیک است مقصد اساسیش. به همون خاطر این پیام ما به حکومت ای از دوستای عزیز که بگذارین که مردم آزاد باشند، چون که اگر که ما تاریخ عید قربان نگاه بکنیم، تاریخ این روز شریف نگاه بکنیم، بسیار دیکتاتورها در این بسیار دیکتاتورها عید قربان را دیدن. امروز عید قربان مانده است و اون دیکتاتورها دیگر در تاریخ نیستند. به خاطر چی پیام رب به حکومت دادم؟ چون که چنانی که شما میدونید دوستان عزیز، سنت عیدهای قربان و رمضان این از دوستان عزیز که همدیگر را تبریک باید گفت، خانه همدیگر باید رفت، اما این حکومت مردم را نمیگذارد که مردم به خانه همدیگر بروند و مردم همدیگر را تبریک بگویند. و این را باید حکومت خوب بفهمه و خوب بدانه که هیچ دیکتاتوری، هیچ انسان در دنیا نتوانست است که راه هیچ دین را بگیرد و هیچ نفری هم نخواهد توانست که راه عید کردن مردم را بگیرد. و پیام من به مردم عزیز تاجیکستان و شریف تاجیکستان این هست که شما نگذارید که چیزهایی که برای شما ارزنده هستند دیکتاتور از دست شما بگیره. شما نگذارید که ناموس شما را این دیکتاتور از دست شما بگیره. شما نگاه بکنین امروز تهمت هایی که این دیکتاتور در سر اسلام میزنه، تهمت هایی که این دیکتاتور در سر عادات هایی که گذشتگان ما هزار ساله ها این جشن ها را جشن گرفتند، این عیدها را عید کردند و با خرسندی و این عیدها فراموش نباید کرد که این عیدها تبدیل شدند به یک فرهنگ تاجیکی و امروز این نفری بیگانه، این نفری ناتاجیک میخواهد که فرهنگ اصلی ما را از دست ما بگیره. بله، در این روز عید ما باید با شما با خرسندی صحبت بکنم، آرزوهای زیادی داشته باشم. خب آرزوی اولی من این هست که خداوند روزی را بیاره که در او روز عید قربان باشه، حکومت رحمانوف نباشه، حکومت با سرداری رحمانوف و عائله دزدها نباشه. و آرزوی دیگری ما این هست که انشاءالله تمام مهاجرین ما از مهاجرت کاری بر بگردن به تاجیکستان و دولت خود آباد بکنن. و این چیزا نباید فراموش کرد که ما باید کوشش بکنیم به غیر عام بکنیم که حکومت برای ما فرمان میدهد. برین به خانه های همدیگر. امروز حکومت رحمانوف میگوید که کرونا ویروس اینجا آمده است، به همون خاطر ما نمیگذاریم که مردم به خانه همدیگر عید گردک بروند. میبخشین اکاش شما حتی یک دفعه عید قربان در روز جشن تولد رحمانوف ماندین. خب در اوش چی گپ میزنین؟ وقتی که شما میگین که کرونا ویروس مشکل است، کرونا ویروس مردم را بیمار میکند و مردم میتونن که مبتلا این مرض بشوند، این را سبب میکنین مردم را نمیگذارین که جشنای خود جشن بگیرن، عیدهایی که برای اونها مقدس هستند اونها را جشن بگیرن. بیاین در سری مردم کلاه نگذارین، در چشمهای مردم خاک نپاشین. مردم همه چیز دیده ساده است و مردم هم روز به روز کوشش داره که این حکومت از بین بروه و ما باوری دارم انشاءالله که یک روز عید قربان میآید که ما در میدان آزادی در تاجیکستان، در مرکز تاجیکستان، مردم تاجیکستان انشاءالله که تبریک خواهیم گفت. و پیام دیگری من به حکومتی است که اگر شما میخواهین نمیخواهین یک روز شما از این کشور خارج خواهید شد یا اینکه در داخل کشور به زندان خواهید رفت و این ملت عزیزی ما انشاءالله بدون شما جشنهایی که برای آنها خیلی ضرور هستند، عیدهایی که عیدهای سنتی ما هستند، انشاءالله بدون این حکومت خونخوار جشن خواهیم گرفت و مردم ما نیز انشاءالله با خرسندی عیدها را جشن خواهند گرفت تا اینکه
نگذارند که سنت پیامبران از دست برود، تا اینکه نگذارند که سنت حضرت ابراهیم علیه السلام از دست برود. ما نگاه بکنیم که عید قربان یک تاریخی هست که جهانیان در حقیقت میتواند که بلرزه بیارد، اما امروز دیکتاتور ما میخواهد که یک جشنی که بسیار مهم است این جشن ناچیز بگیرد. این سال 2020 2011 2012 نیست. امروز میلیون ها ملت تاجیک جنایت ها را هر روزه دیده شدن. تمام دنیا میدونه که تو امروز به یک نفری که نمیخوای هیچ وقت عوض بشه تبدیل شدگی هستی. کیم چن اینی سنترال نی آسیا شدگی هستی. رحمانوف بس بدگیست دیگه. خوب خدا حافظ دوستای عزیز، ایتون مبارک باشه. انشالله که با دوام میتیم گپا را.